سلام به بچه‌ها رپ تایم، امیدوارم حال دلتون هر کجا که هستید خوب باشه. حواشی امروزه که یه جورایی جی اومده پوششش داده و در موردش صحبت کرده، قراره بریم با هم ببینیم. فقط بچه‌ها قبلش یه سورپرایز واسهتون دارم. سورپرایزم اینه که قراره به 5 نفر از اعضای کانالی که ساب میکنن 5 تا اکانت اسپاتیفای رایگان هدیه بدیم. اینجوریه که آقا شما طی هفته 5 نفر انتخاب میکنیم، ما شما کامنت بذارید، اول ساب کنید، بعد کامنت انگلیسی بذارید و روی کامنتتون ریپلای زدم یعنی برنده شدید و آیدی تلگرامتون رو میتونید بذارید و حالا آیدی تلگرام هم که هست داخل همین بیو یوتیوب هم میتونید بیاد اونجا مراجعه کنید. من خب آیدی یوتیوب هم میذارم واسهتون که بیاید اونجا پیام بدید تا اکانت اسپاتیفایتون رو به صورت رایگان بگیرید. داخل هفته 5 اکانت اسپاتیفای رایگان میدین. فقط یادتون نره که بچه‌ها ساب کنین اکانت اسپاتیفای هم دیگه میتونید بتر کنید دیگه، چه خواننده ای چه شنونده ای میتونید با اون به صورت رایگان از آرتیست مورد علاقتون حمایت کنید و حتی بدون فیلتر شکن بعضی جاها میتونید لاگین کنید. حتما واسهتون این همه رو اوکی میکنم. فقط یادتون نره همین الان ساب کن، یه کامنت انگلیسی بذار که ساب کردم و بعد منتظر باش که داخل کامنت ها اعلام بشه که برنده بودی. بعد داخل ویدیو بعدی برنده رو به صورت لایو بهتون نشون میدم. بچه‌ها بریم سر ویدیو. امیدوارم دیگه باحال باشه واقعا، چون جی یکی از شخصیتایی بود که تا الان فعالیت نداشت، حدود 6 ماهش موزیکی نداده. البته یه دونه با خلسه داده. و بچه‌ها یادتون نره که شبکه‌های اجتماعی ما رو حتما دنبال بکنید. شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام ما که به صورت آنی و لحظه‌ای خبر رپ فارسی پوشش میدیم و دنبال بکنید. یادتون نره دیگه. بریم سر اخبار. خب بچه‌ها بریم از تیکه 2 شروع کنیم، یعنی دقیقه 2 ویدیوی جی برگشت گفت که یکی از مخاطبا ازش پرسید آلبوم شایر رو گوش دادی یا نه و این جوابو داد. جدید شایر رو گوش کردی؟ نه هنوز وقت نکردم. خیلی آهنگایی که جدید میاد انقدر آهنگ زیاد دادن، چون فکر کنم سر داستانای ایران یه چند ماه کسی آهنگ نداده بود، بعد اینکه همه آهنگا داره با هم میاد بالاخره یه چیزی گفت. انقدر آهنگ زیاد میاد واقعا وقت نمیشه همشو گوش کرد. بعد تک و توک مثلا آهنگ آرتا رو گوش و این تیکه در مورد ترک بدم میاد آرتا نظر داده که دیس به ربکا بود. ظاهرا میگه بدم میاد جدید کردم ازت بدم میاد که به نظر من خیلی خفن بود واقعا. شاید مثلا اون آهنگ هیتی نی، ولی از نظر اوریجینال بودن و بیت و لیریکس و اینا خیلی حال کردم. یه تیکش بود من اشتباه فهمیدم به آرتان گفتم تیک آهنگ من بدم میاد فکر کنم که مثلا این لیریکسش این بود، میگه که برام مهم نی ولی جدیدن، برام مهم نی ولی جدیدن، من همینم بعدم پا نشو سری من چون خیلی آروم میگه فکر میکردم میگه برام مهم نی بدی جدیدن. وای چقدر ذهنش مریضه جی. و گفتم عجب لاین خفنی و اینا، ولی خب خودم که دارم گوش میکنم آهنگو اون یکی لاین رو همیشه چیز میکنم، عوض میکنم جاشو، چون از من خیلی باحال بود. این میگفت برام مهم نی بدی جدیدن، ولی در کل آهنگش خیلی و بچه‌ها ازش پرسیدن که از جی پرسیدن جواب دیسای که اومده رو میدی. بالاخره رپرها بهش تیکه انداخته بودن و جی حرفی نزده بود. ببینیم میوزیک میگه جی چرا جواب این زاخارا رو نمیدی؟ طوری که بسته شده همش. نه جواب کیا رو میده، ولی کیا رو میگه معمولا من اگه یکی حرفی بزنه برام مهم باشه جواب میده. وی اکس 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 او کی دارم پیج فیک. آره اینجا جی هیت کرده بودم و گفته بودن چرا نمیری؟ حتما خیلی بالا بذاره کی میمیری. نمیدونم کی میمیرم، خیلی باله. الان دارم یه ذره رژیم گرفتم لاغر کنم. و بچه‌ها بریم سراغ تیکه آخر ویدیو و تیکه جنجالی که به سروش هیچکس انداخته. گفته بیا برو بابا چرا فعالیت میکنی؟ آخه اصلا دیگه دورانتو تموم شده. بریم ببینیم. پازش کنیم. ویژوال مرچندایزینگ میگه که سلطان با هیچکس روال شو، باز الان تنها شده، بکشیتش تو بازی مثل قبل. اون خودش خیلی وقت در بازی و موزیک و اینا هم بیشتر فکر کنم الان فعال سیاسی تا رپر. نظر جی دیگه بالاخره نظرش مهمه بود، چون رپر آدم میتونی فعال سیاسی هم باشه، بعد آهنگات یه جوری باشه که 4 نفر گوش کنن. تیکه‌های بدی داره میندازه به هیچکس، به پدر رپ فارسی. اینقدر آهنگاش فکر کنم اینقدر وقتش بیشتر وقت میذاره برای توییت کردن تا برای آهنگ نوشتن. خب معلومه آهنگات خوب نمیشه. نه دیگه من فکر کنم اون دیگه گذشت و تمام شد و الان اینقدر رپرای خوب جدید نسل 4 و اینا اومدن که اصلا دیگه آره مثلا برای آهنگای قدیمیش آدم برای ریسپکت داشته باشه، برای یعنی برگرده به قبل گوش بده از وقتا، برای کارایی که کرده با آهنگای چه من اون اینجا تهرانه و یه موی سرباز اینا همه آهنگای خفنی ان و اونا رو نمیشه کسی ازش بگیره.
هرچی حالا من هرچی بگم به هر حال اونا دیگه رفتن جزو فرهنگ ایران و مثلا موقعی که شروع کردیم همه چه میدونم تابستون کوتاه می اومد و اون یا آهنگ میداد، بعد پدرم هم می اومد اون طرفای جی جی یه طورایی میتونه حق باشه دیگه، دوران هیچکس تموم شده یه جورایی. بچه‌ها اینم از آخر ویدیو، امیدوارم که لذت برده باشید. من چند تا خبر آماده کردم که با هم ببینیم. خبر زیادی داخل رپ فارسی نبود ولی خب این ویدیو رو که جی جی جاده بود و اومدم واسهتون رو بررسی کردم و آوردم با هم دیدیم دیگه نظری جی جی در مورد اتفاقات اخیر. بچه‌ها یادتون نره که کانال یوتیوب سابسکرایب کنین. اگه میخواید داخل گوره کشی باشید حتما دارم بازم بهتون تاکید میکنم ساب کنین، کامنت بذارید. تقریبا میتونم بگم توی هفته 5 روزش قراره با هم دیگه قرعه کشی داشته باشیم که یه اکانت اسپاتیفای به شما بدم و حالشو ببرید. یعنی برید نصب کنید، از آرتیستتون حمایت کنید و کلی آپشن باحال داره اسپاتیفای که همتون میدونید دیگه. قراره اکانت رایگانشو بگیرید. همین الان کامنت بذار، ساب کن، دمت گرم. شبکه‌های اجتماعی هم یادتون نره که دنبال کنید. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. نظری، انتقادی، هر چیزی داشتید و داخل کامنت ها واسم بنویسید. دوستتون دارم، به امید دیدار.